سلام به قسمت هفتم از سری ویدیویی لایف روبوتس لیبرتی خوش اومدین و میخوایم کارمون رو ادامه بدیم. توی این قسمت با مرور قسمت قبلی شروع میکنیم. خب ما توی قسمت قبلی که روی صفحه هم حالا ویدیو قبلی رو میبینید اومدیم شروع کردیم مجددا تو فضای سیمولیشن ووکوی از یه برد آردینو اونو استفاده کردیم و برنامه LED چشمک زن رو مجددا نوشتیم. منتها این دفعه درباره اینها صحبت کردیم که پین مود یه مقدار بیشتر راجعش حرف زدیم که چیه، از کجا میاد، اصلا اطلاعاتش رو از کجا باید پیدا کنیم بخونیم، دیجیتال رایت چطور، دیلی چطور، از کجا باید بفهمیم که بینا ورودی باید چی بدیم. سایت اصلی آردینو رو من آوردم قسمت رفرنس و اونجا نشونتون دادم که هر کدوم از اینا اونجا توضیحات دارن و میتونیم ببینیم که ورودیش چیه، خروجیش چیه و اینجور مسائل. بجز این که ما LED رو روشن خاموش کردیم و به این نکته ها پرداختیم، دیگه چیکار کردیم؟ دیگه یکم برم جلوتر، اومدیم درباره این صحبت کردیم که متغیر چیه. بحث این بودش که ما اگه داریم دیلی میذاریم مثلا 500 واحدش میلی ثانیه است، یعنی نیم ثانیه LED روشن باشه بعد خاموش بشه، نیم ثانیه خاموش باشه که ما اون چشمک زدن، عمل چشمک زدن رو بتونیم ببینیم، حتما باید دیلی خاموش شدن رو هم میذاشتیم و این رو داره کارش رو انجام میده. حالا ما اگه خواستیم توی برنامه این یه عددی باشه که قابلیت تغییر داره، باید از متغیر استفاده کنیم. یه دفعه 500، یه دفعه 1000، یه دفعه یه عدد دیگه یه. و این شکلی هم نیستش که ما فقط با خودمون بگیم که خب من میتونم مثلا بیام بنویسم دیگه، هر دفعه مینویسم 500، حالا دفعه بعدی خواستم مثلا بشه 1000، خب میرم تایپ میکنم 1000، چرا متغیر بذارم؟ متغیر منظورمون گفتیم چیزیه که توی روند اجرای برنامه احتمالا قرار تغییر بکنه. و از اون طرف یه مسئله دیگه ای هم هستش. وقتی من نوشتم اینجا این دیلی اسم داره داخل چیزی که من دارم بهش میگم LED دیلی تایمه، مشخصه که این عددی که دارم میذارم اینجا این عدد چیه، 500 چیه، درباره چی داریم صحبت میکنیم. چون حالا الان شما فقط همین برنامه LED چشمک زن رو دیدید، خیلی شاید قابل درک و ملموس نباشه، اما خب جلوتر ما این دیلی رو برای موتور میذاریم، برای LED میذاریم، برای اصلا اینکه فقط برنامه همطوری یه مدت کار نکنه وایسه میذاریم. و این دیلی های متفاوت، عدد 2000، 1500، عددهایی که داریم میذاریم، یکیش دیلی مربوط به چشمک زدن LED، یکیش دیلی مربوط به اینه که ربات چقدر انتظار داریم بره جلو، مربوط به موتوره، یکی هم که هیچ کاری نکنه. به لحاظ انتظاری که ما از اون عدد داریم که کاری انجام بشه اون متفاوته. و خیلی وقتا هم هستش که واقعا مثل این برنامه که الان اینجا نوشتیم که مثلا هر دفعه 10 تا ازش کم میشه، تو طی اجرا شدن برنامه قرار این عدد عوض بشه. حتی اگر قرار نبود عوض هم بشه، ما یک قاعده ای داریم که تو کدمون اعداد همین شکلی قرار نگیرن. ما با عدد 2 روبرو نشیم، عدد 2 بدونیم که اگه شماره پایه است، شماره پایه چه چیزیه، مثلا LED قرمزه، چون که این دو میتونه چیزای دیگه هم باشه، جاهای دیگه هم تو برنامه عدد دو استفاده میشه و اینکه معنی این دو در یک جایی از کد LED شماره LED که به پایه شماره دو دیجیتال وصلش کردیم و در جای دیگه ای این دو معنیش میشه مثلا سرعت رباتمون، یا در جای دیگه ای این دو معنیش میشه تعداد دفعاتی که مثلا یه ربات چهره انسان رو دیده، یا یه جای دیگه ای دو میشه تعداد دفعاتی که ما یه کلیدی رو فشار دادیم. همه اینا تو کد دو قرار میگیره و وقتی به کد نگاه میکنی نمیفهمی این دو چیه. سر همین ما این قاعده رو حالا جلوتر بیشتر راجع به این چیزا صحبت میکنیم، بهش میگیم ماجیک نامبر اصطلاحاً تو برنامه نویسی، و تا حد امکان نباید ما تو کدمون ماجیک نامبر باشه. از همین اول کار یاد بگیریم که کدایی که می نویسیم چه برای خودمون، ماها بعد از اینکه اولین بار کدمون رو نوشتیم برمیگردیم بهش قابل خوندن باشه، چه برای دیگران قابل فهم باشه کد ما داره چیکار میکنه، فقط با اینکه بهش یه نگاهی بندازن. همینطوری ما توی قسمت قبلی بعد از اینکه حالا درباره متغیر و این عملیات ریاضی که مثلا هر دفعه 10 تا بخواد کم بشه چطور میشه انجامش داد صحبت کردیم. به جز این درباره یه شرط هم صحبت کردیم.
ما اومدیم اینجا گفتیم که خب اینجا عدد همینطور توی لوپ هی بچرخه و کم و کم و کمتر بشه، بالاخره یه جایی منفی میشه. بعد دیدیم که عدد منفی به دیلی بدیم چه اتفاقی میفته. بعد گفتیم میتونیم شرط بذاریم که از این منفی شدن مثلا جلوگیری کنیم، یا اینکه شرط بذاریم که از یه جایی به بعد اون متغیرمون از یه حدی کمتر نشه، یا برعکسش از یه حدی میتونه شرط بنویسیم بیشتر نشه. و من گفتم که این حالت رو هم تست کنید که جای این ایفه رو حالا جاهای مختلف کد اون پایین ما گذاشتیم چی میشه، بالا میذاریم چی میشه، این رو هم تست کنید ببینید چه اتفاقی میفته. و این از این مسائلی که حالا توی قسمت قبلی راجبش ما صحبت کردیم. از قسمت اول خیلی عقب‌تر من گفتم که من کار با سیمولیشن شروع میکنم که کسایی که کلا هیچ دیدی ندارن اصلا ببینن که چه مدلیه، سبک کار، برد چه شکلیه، کد چه شکلیه، اصلا خوششون میاد کلا از اینکه بخوان درگیر چنین کاری بشن، یه مقداری با فضاش آشنا بشن. و از یه جایی به بعد گفتم که یه لیست قطعات اعلام میکنم و میریم سراغ اینکه کارا رو تو دنیای واقعی انجام بدیم. الان اونجایی که رسیدیم به این نقطه که کم کم سویچ کنیم از سیمولیشن بریم به واقعیت. قرار نیستش که یک دفعه این کار رو انجام بدیم و قرار نیستش که کلا سیمولیشن رو بذاریم کنار. حتی وقتی داریم یه پروژه واقعی رو انجام میدیم خیلی جاها شاید بهتر باشه که قبل از اینکه با مدارش رو تو واقعیت ببندیم و تست بگیریم توی سیمولیشن پیاده سازیش بکنیم. یه سری چیزایی که تست گرفتنش تو واقعیت زمان برتره یا از اون طرف تجهیزاتی نیاز داره که حتما باید ما خریداری کنیم، ولی تو سیمولیشن حالا همه چیز رو نمیشه تست کرد و این رو هم حواستون باشه. ولی اون چیزایی که میشه رو خب آره چرا که نه، اول سیمولیشن رو انجام میدیم، شبیه سازی اگر جواب داد بعد تو واقعیت تستش میکنیم، یا جایی اگه نگران اینیم که چیزی ممکنه بسوزه یا نه، باز با این شرط که تو سیمولیشن بشه تستش کرد این مورد رو. خب این از این. و کم کم خلاصه الان میخوایم بریم سراغ این که ببینیم حالا خارج از این فضای سیمولیشن ما چه شکلی میتونیم با میکروکنترلر کار کنیم و رباتیک در دنیای واقعی چطور پیاده سازی میشه. خب ما برای اینکه رباتیک رو شروع کنیم، رباتیک قبلا توی باز اپیزودهای اول یه تعریفی ازش داشتیم که ربات چه چیزی هستش و درباره این بخش‌های مختلفی مقدار صحبت کردیم که ما وقتی یه ربات داریم یه سری سنسور توش وجود داره که یه داده‌ای رو داره از محیط اطراف جمع آوری میکنه و بر اساس اون داده حالا ما یه کاری انجام میدیم، تصمیم میگیریم که چه اتفاقی بیفته. مثلا اون داده میتونه از جنس بررسی شدت روشنایی و نور توی محیط اطرافمون باشه. مثلا من میتونم یه سنسور نور داشته باشم اینجا که بگم اگر این اتاق الان خب اینقدر لامپ روشنه و روشنه، مثلا من اینجا یه رباتی دارم که یه سری چراغ رو خودش داره، این چراغاش خاموش باشه، اگر حالا محیط تاریک شد چراغاش روشن بشه. خب این کاری که من بر اساس اون سنسور نوره دارم انجام میدم دیگه. و به جز این خب میتونه نوع داده خیلی میتونه متفاوت باشه. تقریبا هر چیز فیزیکی رو ما براش یه سنسوری داریم، یعنی برای مثلا لمس اینکه یه چیزی تاچ شده یا نه سنسور داریم، برای همین صدای من که اندازه صدام چقدر بالا پایینه، دارم آروم صحبت میکنم یا دارم بلند صحبت میکنم، باز میتونیم سنسور بذاریم و بفهمیم که کی صدام بلندتره و کی کمتره، یا اصلا صدایی هست تو محیط یا نه اینجا فقط ساکته. و خیلی چیزای دیگه مثل فشار، نیرو، دما، رطوبت، همه چیز رو میتونیم برای سنسور بذاریم. حالا توی این اگه در کسی باشید که درباره این دنیای تکنولوژی مقدار سرچ میکنه یا پروژه های دیگه ای رو که بقیه انجام دادن دیدید یا دیده باشید، مثلا خونه هوشمند، گل خونه هوشمند، از این جور چیزا، احتمالاً با یه دسته از این سنسورها حداقل دورادور یا آشنایی دارید. ما این سنسورها رو پس داریم و از اون طرف یه سری هم اکچویتور عملگر داریم که حالا این اکچویتورها عملگرامون انواع اقسام موتورها میتونن باشن، دی سی موتور، سرو موتور که بعداً میرسیم بهشون هر کدوم چیه، یا اینکه چیزایی باشن مثل از جنس مثلا LED، یه LED صرفا میخواد روشن و خاموش بشه نور بده، یا اینکه نه یه المنتیه مثلا مثل تو بخاری برقی دیدین این مثلا میخواد روشن بشه، داغ بشه، حرارت بده و بعد ما اینو آفش کنیم، یا اینکه نه یه رله است، کلید الکتریکی که مثلا این رله وصل به یه چیز بزرگتری، مثلا وصل به برق این ساختمون، ما باهاش برق ساختمون رو داریم قطع و وصل میکنیم، کنترل میکنیم به یه نوعی و از این جور کارا.
ما هر کاری از این چیزایی که گفتم رو بخوایم انجام بدیم نیاز داریم که اون میکروکنترلره که واحد اصلی پردازشمون و کنترلگرمون هست، اسمش روشه دیگه، کنترل کننده کوچک، این میکروکنترلر رو باید داشته باشیم و گفتیم ما داریم از بورد آردوینو استفاده میکنیم، پس بورد آردوینو رو باید داشته باشیم. این بورد آردوینو رو از کجا بخرم، چه شکلیه، تو واقعیت چه شکلیه، اینا رو میخوایم ببینیم. اولین بردی که ما قراره باهاش شروع کنیم همین بردی هستش که توی سیمولیشن هم دیدینش، یعنی برد آردوینو اونو. و من میتونم بیام توی یه جایی مثلا فروشگاه های خیلی متفاوتی هست، کافه ربات یکی از این فروشگاه است که شما میتونید ازش هر قطعه ای که نه، ولی این قطعاتی که ما فعلا باش کار میکنیم رو راحت میتونید ازش تهیه بکنید، خیلی سریع به دست شما میرسونه نسبت به خیلی از فروشگاه دیگه، مخصوصا اگه قرار اینترنتی بخرید. همینجا میدید اصلا وارد سایت که میشید شما این تصویر دو تا چیزو دارید میبینید، یه دونه اسمش هم که اسم فروشگاه خب کافه رباته. این دو تا چیزی که دارید اینجا میبینید برد آبیه یا حالا سبز آبیه، برد همین آردوینو اونوه. این سبز رزبری پایه که رزبری پای در اصل یه مینی کامپیوتر کوچولوه و آردوینو خب روش یه میکروکنترلریه که دیگه میکروکنترلر دیگه. حالا این میکروکنترلر رو کنارش یه سری، قبلا تو ویدیو قبلی صحبت کردیم که چه چیزایی کنارش قرار گرفته که ما بتونیم حالا باتری بهش وصل کنیم، بتونیم راحت بهش یو اس بی بزنیم، بتونیم راحت پروگرامش کنیم، یه ال ای دی رو خودش داشته باشه که بتونیم با اون تست کنیم یه سری چیزا رو ساده از این جور چیزا. خب من میام اینجا سرچ میکنم بورد آردوینو. همین اول که چیزی رو سرچ میکنید یه جستجوی سریع داره که اینطوری به شما پیشنهاد میده یه سری از محصولات رو هم از اینجا میتونید پیداش بکنید. این شکلی بنویسید بورد آردوینو اونو آر3. بچه‌ها اینم دقت کنید که این پسوندها مهم هستن موقعی که دارید محصولات الکترونیکی رو میخرید. یه پسوند خیلی میتونه قضیه رو عوض کنه و دقت کنید به این نکته هایی که حالا در راجع به خریدش دارم توضیح میدم، حتما این مدلی باشه. یا مثلا برد آردوینو مگا 2560 که برد خفن ترمون حساب میشه اگه بخوایم با اونو کار نکنیم بریم سراغ یه چیز بهتر، گزینه بعدیمون میشه همین برد مگا 2560. قیمتشون رو دارید میبینید، اون 350 این 727 چه تفاوتی هایی دارن رو حالا بعدا توضیح میدیم. اول کار لازم نیست برید سر این، ممکنه که شما اولین بردتون رو بسوزونید به هزاران دلیل مختلف، پس بهتره که با همین برد ساده تر آردوینو اونو شروع کنید. این بورد رو شما میخرید باش کار میکنید راه میافتید، اگه سوخت یه هزینه کمتری رو ضرر کرده باشید تا دستتون راه بیفته و همه چی اوکی شده باشه. اگرم نسوخت و تونستید همه چیز رو با توضیحاتی که میدم درست و محتاطانه انجام بدین و بردتون هم سالم موند، بعدا هم که سویچ کردید رفتید یه مثلا آردوینو مگا 2560 گرفتید که پروژه خفن تری رو انجام بدید، اینطور نیستش که اون بردتون دیگه به درد نخوره. قطعا شما از یه جایی به بعد حتی نیاز به این پیدا میکنید که دو تا برد آردوینو داشته باشید و این اولیه رو دارید برای حالا اون تیکه هایی که نیاز دارید. مثلا میگم فرض کنید میخوایم یه چیز درست کنیم، یه دونه مثلا ربات درست میکنید که با بلوتوث میخواید کنترلش کنید و برای این مثلا به عنوان میکروش از مگا 2560 استفاده میکنیم، آردوینو مگا میشه. از اون طرف ما میخوایم این ماشین مثلا از یه دری رد بشه، اگه از این در رد شد مثلا یا نزدیک یه دری بشه، اگه به این در نزدیک شد در اتومات باز بشه و یه سری LED هم مثلا روشن بشن که مثلا انگار میخوان پلاک اینو بخونن ازش عکس بگیرن یا همین چیزی. اون تیکه‌ای که یه در ما داریم، اون در میخواد فاصله رو بسنجه، بعد خودش میخواد باز بشه، خب اونم دوباره یه میکروی میخواد، اونم باید براش برنامه‌ای بنویسیم. این میشه دو جزء این پروژه، دو تا بورد توش ما نیاز داریم، یکی روی ماشینتونه، یکی اون بیرونه که نقشه حالا اون کنترل کننده در رو داره بازی میکنه. پس اینطوری میشه روند حالا پیشرفتتون. برده دیگه ای هم هست مثل برد آردوینو پرو مینی مدل 3.3 ولت، آردوینو پرو مینی 131 تومنه، خیلی کوچولوه، تقریبا کوچولوترین بردیه که الان میتونید پیدا کنید دم دسته. و یه دونه هم همین برد آردوینو پرو مینیه، دوباره مدل 5 ولتش. حالا این که کی 5 ولت به درد میخوره، کی 3.3 ولت به درد میخوره و این چیزا بعداً خیلی بیشتر صحبت میکنیم و یاد میگیرید. ما کارمون رو ولی با همین آردوینو اونو میخوایم شروع کنیم و برد آردوینو اونو آرتی رو بخرید. اگه از کافه ربات هم نخریدید رفتید مثلا از مغازه گرفتید یا هر جای دیگه، حواستون باشه که آرتیریش رو بگیرید. و دو تا مدل هم داره باز. یه نکته دیگه یکیش، من اینو بذارید باز کنم، یه دونش هستش که اینجا من میام سرچ میکنم مثلا آردوینو
اونو فارسیه که آردوینو اونو و میام تو تصاویر. یه مدل الان دارید میبینید اینجا که میبینید یه مستطیل مشکی رنگی اینجا وجود داره، این میکرو کنترلرشه. میکرو کنترلرش این رو حالا دی آی پی بهش میگن، دیپ. این میتونه آدم میتونه اینو بلندش کنه از توی اینجاش درش بیاره و ممکنه که مثلا یه زمانی حالا میکروی بسوزه، شما دیگه میکرو رو عوض میکنید و اگر بقیه برد سالم باشه چیز دیگه این از سوخته باشه بازم کار میکنه. ولی یه مدل دیگه شون هستش که این قابلیت تعویض میکرو کنترلر رو به این شکل نداره و اصطلاحاً به اون یکی میگیم برد آردوینو اونو SMD. این میکرو کنترلرش به صورت SMD روش قرار میگیره، میشه یه دونه مربع کوچولو مشکی به جای این مستطیل مشکی که تصویرش رو تو این یکی دارید میبینید الان اینه، یا مثلا باز این یکی. این البته حالا R4 با R4 کاری نداریم، ما همون R3 رو کار داریم و حالت عادیش. پس دو تا مدل داره، یکیشون اون شکلیه دیپ میکروش، یکی SMDه. خیلی تفاوتی نداره. یعنی کارهایی که میخوایم انجام بدیم این مدلی نیستش که من بگم اون احتمال سوختنش خیلی بیشتر از این یکی پس اینو مثلا برید بگیرید و اینها. بهتره که اگر تونستید همین رو بگیرید که حالا میکروش رو میشه عوض کرد و دیپ میکروش و اینجا هم خب همینو موجود داره. همینجا میبینید که چند تا ما برد آردوینو دیگه داریم که نسخه های دیگر این کالا. ببینید الان این کالا تو دیجیکالا موجوده، 252 تا ازش داره، 305 تومنه با حالا یه تخفیفی که گذاشته. برد آردوینو CH340 رو داریم که اگر بخواید با CH340 کار بکنید روی سیستمتون یه درایور باید نصب بکنید. درایور CH340 رو باید نصب بکنید که مشکلش اینه که میگم پورت. حالا بذارید من دوربین بعدی رو وارد میکنم که بهتون نشون بدم و توضیحات کامنتری بهتون بدم. خب دوربین شماره 2 اینجاست. دوربین شماره 2 دست منو باید ببینید الان. اگر دست منو میبینید اوکی. این برد آردوینو اونومون، من نزدیکش میکنم که شما بهتر ببینیدش. کجاست دوربین؟ ایناش. خب شما این برد رو میخرید، چطوری میخواید وصلش کنید به سیستمتون که پروگرامش کنید؟ یک کابلی نیازه، یک کابل که معمولا آبیه اگه کوتاه باشه. اگه خیلی بلندترش رو بگیرید، البته بلندش هم آبیش هست، خیلی واقعا ربطی به رنگی نداره، هم مشکیش میتونه باشه هم آبیش یا حتی ممکن رنگای دیگه هم باشه. این کابل پرینتر هم بهش میگن چون پرینترها هم این کابلشون میخوره. کابل پرینتری هم ممکنه که بشنوید یه موقعی. اما خب کابلیه که یه سرش که این طوریه و شما هنوز اسمشون و اینا رو دقیق نمیدونید. تایپ های مختلف USB ما داریم. حالا اگه کسی میدونه اوکی، برای اونی دارم میگم که از صفر دارن کلا این چیزا رو شروع میکنن و نمیدونن. این سرش این شکلیه که وصل میشه به لپتاپتون یا کیس کامپیوتر، حالا هر چی دستگاهی که دارید. این سرش این که این شکلیه، این سرش وصل میشه به برد آردوینومون که آردوینو اونو اگه باشه این میخواد بهش میخوره به این شکل. اینو وصل میکنیم. حواستون باشه خیلی موقع هستش بچه ها مشکلی که دارن میگن بردمون آپلود نمیشه. یکی از دلایلش اینه که اینو درست کامل جا نزدن تو این، یعنی این شکلیه. ببینید این طولش، میبینید این طول سرش چقدره و این رو میان اینطوری جا میزنن این شکلی. خب این وصل نشده هنوز، شما باید این رو کامل فشار بدید. الان هم هنوز وصل نشده، شما باز الان در حین آپلودش به مشکل میخورید و فیل میشه، اونجا میزنه آپلود فیل، فکر کنم همچین مسیجی میده. اینو باید یکم فشار بدید، یه تق صدایی میده. حالا ممکنه بعضی بردار هم بگیرید تق صدا نده ها، باز در اینم حواستون باشه. یکی حالا تق بردش صدا نداد فکر نکنید بردش دیگه کامل خرابه. این بستگی داره چقدر حالا نو باشه، این صفر باشه و اینجور چیزا، سری ساختش چه شکلی باشه. بعضیا خیلی راحت تر جا میره و این تق صدا دادن رو نداره. خلاصه این از این کابل یه اسمی داره، یعنی کلا کابل های یو اس این یو اس بی ها سریاشون همشون اسم دارن. یو اس بی تایپ A داریم، تایپ B داریم، میکرو یو اس بی داریم، مینی یو اس بی داریم و بورد های مختلف، مدل های مختلفی از این کابل ها رو نیاز دارن. مثلا من اینجا یه بورد دیگه ای دارم، حالا اینم بهتون نشون بدم. این بورد، این منظورمه که اینجاست
حالا زیر چسبه. بذارید اینا من یه دونه‌شو اینجا بازشو دارم که روش چسب نباشه و اینم نخوام بکنم. بله. خب این یکی مثلا کانکتورش فرق میکنه. کانکتور چیه؟ کانکتور کانکشن، اتصال. کانکت کانکتور اون چیزیه که ما به وسیله اون دو تا قطعه رو به هم دیگه کانکت میکنیم، متصل میکنیم. خب این کانکتورمونه اینجا، یا درگاه هم فارسی بهش میگن، درگاه مثلا پورت پورت میشه همون درگاه USB A مثلا، یا درگاه USB کلا میگن. این با مدل کابلش فرق میکنه. این کابلی که به گوشی اندروید قبلا که یو اس بی تایپ C نبود حالا میخورد، یه کابل این مدلی مثلا میاد وصل میشه به این، و این کابلا رو هم باز حواستون باشه که کامل اینو درست جا بزنید. کلا درست جا زدن خیلی مهمه و جزو اشتباهات مسخره‌ایه که ممکنه که برای افراد پیش بیاد. من کلی تا حالا دیدم که بچه‌های مشکل رو داشتن. پس این شکل نیستش که چیز خیلی مسخری باشه و پیش نیاد. چرا؟ این از این. خب داشتم درباره این میگفتم که این کابلا اسم دارن وقتی میخوایم این کابلا رو بخریم. اوکی، اسمشون چیه؟ و برگردیم از اون طرف به این انواع برد آردوینو. گفتم که اگه CH340 رو بخرید، شما باید براش یه دونه درایور CH340 هم دانلود کنید، نصب کنید. یه نرم افزار سبکیه، روی سیستم سرچ میکنید درایور CH340 و اون رو بذارید اینم سرچ میکنم که ببینید. ای بابا، فارسی بنویسم اینا میاد. حالا فارسی سرچش نکردم. دانلود درایور CH340 فکر میکنم بله هست. ببینید برای ویندوز چندم بزنید هم بود. اینا مثلا این برای ویندوز 10ش. این درایور رو دانلود میکنید، اینستال رو میزنید، نکست نکست نکست، تموم. این باعث میشه که اون لحظه اول که پورت یو اس بی رو زدین به سیستم، پورت یو اس بی رو بشناسه اصلا که یه دیوایس جدیدی وصل شد. اگر این نصب نباشه روی سیستمتون و شما هم این بورد رو خریداری کرده باشید، اصلا پورتش نمیاد داخل لیست دیوایس های جدیدی که به دستگاه وصل شدن. این هم یه مشکلیه که یه سری دارن. از اون طرف بورد آردوینو اونو، این ببینید بعد این قیمت این CH340 که حالا یه کوچولو دردسرش بیشتره، قیمتش ارزون تر بود و اگه کسی براش قیمت مهمه و موجودیش هم بیشتره، این رو میتونه تهیه بکنه. برای من فرقی نداره. 166,000 تومنه این، اون یکی 305 تومن. بورد آردوینو اونو آرتیری اوریجینال هم وجود داره. اینایی که الان دیدیم خب روش نوشته که مثلا مید این فلان جا ایتالی ممکنه نوشته باشه، اما خب در نهایت اینا همه منتج شده در چین هستن و اورجینال اصلیش نیستن. فیکش اما خب فیکی که کار میکنه درجه یکش مثلا میتونیم بگیم خوبه. اگه بخواید اورجینالش رو تهیه بکنید که معمولا سبز رنگه و حالا یه باکسی هم داره که این مدلی و یه قاب شیشه‌ای پلکسیتوره محافظم داره، قیمتش خب میشه 1,800 اون قیمت اصلی دلاریشه که حالا تبدیل و کلا هم موجودیش 3 عدده. از اون طرف یه مدل دیگه‌ش هم داره که باز همین برد آردوینو اونوه، منتها وای فای هم داره و میشه وصل بردش داخل یه شبکه و ESP8266 هم حالا کنارشه. با این کاری نداریم واقعا، الان توضیحش هم نمیدم یکی رو دیگه چی به چیه، همین اولیه کافی. توصیه من برای شروع کار که افراد دردسر نداشته باشن، تو ذوقشون نخوره، این اولش مثلا درگیر همون نصبه بخوان درایوره بشن و ممکنه کم اذیتشون بکنه، یا کسایی که سنشون پایین تر اینها، حتما این بورد آردوینو آرتیری هست. اگر هزینه پایین تری میخواهید انجام بدید و با نصب درایور رو یه ذره سر و کله زدن باهاش هم مشکلی ندارید، CH340. خب این بورد رو ما تهیه کردیم. حالا ببینید این پایین لوازم جانبی مورد نیاز. یه دونه نوشته جعبه یا کیس پلاستیکی شفاف بورد آردوینو اونو 25,000 تومان. اینو میتونید بگیرید که ببینید حواستون باشه زیر این بورد، حالا از زیرش عکس داره اینجا، از زیرش آره اینا، زیر این بورد این پیناشه و اینا
نباید به هم دیگه اتصال پیدا کنن. یعنی برد رو شما نباید همین شکلی بذارید روی یه میزی که سطح این میز فلزی باشه یا هر رسانایی که اینا به هم دیگه وصل شه. اگه وصل شه مثلا فاجعه رخ میده، اتصال کوتاه میشه و بردتون میتونه بسوزه خیلی راحت. کلا حواستون باشه تمام بردایی که باشون کار میکنید، نه فقط اونو، هر بردی که زیرش دیدید این شکلی لایه محافظ خاصی روش نیست و خلاصه هر گونه چیز محافظتی نداره رو دقت کنید که رو این میز بذارید اوکیه، چوبی باشه اوکیه، ولی رسانا نباشه. و اگر آدمی هستید که احتمال خطا میدید که ممکنه که حواستون نباشه موقع اینو این شکلی جایی بذارید، و از اون طرف هم حالا نمیدونم بعضیا دوست دارن که حتما از کیس استفاده کنن و اینها، خب اینو تهیه کنید. در غیر این صورت نیازی نیست، لازم نیست این رو تهیه بکنید. از اون طرف یک کابل اینجا نوشته کابل تبدیل USB به تایپ، کامل نیستش، بزرگ بازش میکنم که اسم کاملش رو ببینید. این پایین تر هم که میایید محصولات مرتبط هست، بورد آردوینو نانو هم باز وجود داره شبیه اینای دیگه و پرکاربرده و ارزون قیمت تر. و حالا برد آردوینو خیلی زیادن، فکر نکنید فقط همین چند تاست، خیلی زیادن. خب کابل تبدیل USB به USB تایپ B، در اصل USB تایپ A به USB تایپ B، 27000 تومنه. طولشو اگر مجدی میداش میتونستید انتخاب بکنید بین 15 سانتی متر، 30 سانتی متر یا 50 سانتی متر. الان فقط 50 سانتی متری رو داره که کابل بلندی حساب میشه. اگر شما یه موقعی یه رباتی داشته باشید یا چیزی پروژه داشته باشید که بخواد از لپتاپتون یکم فاصله بگیره و آپلودش کنید، و به جز آپلود کردن یه چیز دیگه ای داریم به اسم سریال مانیتور که مانیتور میکنیم وضعیت سنسورامونو یا هر چیز دیگه ای رو که مشکلی اگه پیش اومده ببینیم مثلا مشکل چی هستش، یا اینکه نه اصلا اطلاعاتش رو بخوایم رو صفحه نمایش داده بشه، حتما باید این کابل وصل باشه. و برای اون مواقعی که ما نیاز داریم این فاصله داشته باشه این کابل بلنده به درد میخوره. در غیر این صورت کابل کوتاه‌تر بهتره. و توضیح بیشترش رو شاید بعداً دادم. این سریع بود که من داشتم تلاش می‌کردم اینجا نشونتون بدم. حالا این یکی دوربینم من دیگه آف می‌کنم دوباره که اینجا رو ببینید صفحه کامل. و این از خب بورد من سرچ کردم براتون دیدید. حالا اینو سرچ کنیم USB تایپ A مثلا. USB تایپ A که البته یه جدول ما میتونیم ببینیم ازش که همه اینا داخلش باشه که اینا باشن. اینجا کدومش رو ببینیم؟ همه عکسش خوبه، بد نیستن. عکس کامل لود نشده هنوز، منتظرم کامل بیاد بالا با کیفیت خوبش. هنوزم نیومده. خب اومد. همینطور که توی این عکس میبینید ما USB تایپ C رو داریم که دیگه فرق نداره چپ و راستش کدوم وری دارید میزنید، راحت میدونید چیه. از این طرف USB تایپ A رو داریم که این مستطیل عادی است که صافه و بعضیش آبی رنگ بعضیش رنگ معمولیه. اون آبی رنگا ورژن 3 شن، معمولی ورژن 2 شن. حالا باز بگم کاری نداریم، نباید میگفتم اضافی بود، فرقی نداره کدومش. و از اون طرف این یکی سرش هم بهش میگیم USB تایپ B که B میخورد به آردوینو اونو، A میخوره به لپتاپ. ما الان کابل تبدیل A به B رو نیاز داریم برای آردوینو اونو. به جز اون مدل‌های دیگه‌ای که داریم همونطور که اینجا می‌بینید USB مینی A، USB مینی B، USB میکرو C، USB میکرو C که حالا این مدلیه، و USB میکرو B سوپر اسپید. تایپ‌های مختلفی بودن که از این کابل‌ها وجود داره. میکرو، مینی و تایپ A و B اسمای پرکاربردترمون و البته تایپ C هستن برای کانکتور. شما پس کانکتوری که فعلا نیاز دارید تهیه کنید این کانکتورش میشه. این میشه دوتا قلم اول، دوتا جنس اولی که حداقل ترین چیزایی که شما باید داشته باشید که بتونید یه کد رو آپلود بکنید. حالا این کد چی کار میکنه اون قطعات دیگه ای
و نیازه که مثلا اگه قرار LED روشن بکنه خب باید LED براش بگیرید، اگه قرار موتور را بندازید موتور باید داشته باشید، سنسورش. این دوتا دیگه بیسش بود، هسته اصلی کارمون. به جز این دیگه چی میخوایم؟ دیگه برمیگردیم اینکه میخوایم چی کار بکنیم. یه تعدادی پروژه قرار انجام بدیم با هم دیگه و این پروژه ها متنوع، چیزهای مختلفه و ما به قطعات مختلف هم نیاز داریم. لیست کامل قطعاتش رو من داخل یک فایلی می نویسم و یک جای هم قرار میدم و توی قسمت بعدی ویدیوها این لیست رو دربارش توضیح میدم که دونه دونه قطعات رو اینجا میارم که ببینید هر کدومش چی به چی هست، چون یه سری ممکنه بخوان حالا از سایت دیگه تهیه بکنن یا بخوان حضوری تهیه بکنن. من یه توضیحاتی درباره قطعاتمون همین اول کار میدم که اشتباه خریداری نشه این موقع و بدونیدم هر چیزی رو دارید برای چه چیزی چی میخرید. ممکنه یکی دوست نداشته باشه یه کاری رو با یه چیزی اصلا انجام بده. اگه یکیشو استفاده نکنید یه بخشی از اون آموزشی که من تو ویدیو میدم رو خب حداقل تو واقعیت نمیتونید انجام بدید. همه قطعات هم تو سیمولیشن لزوما موجود نیست. ولی خب دست خودتونه بالاخره کدومشو میخواید تهیه بکنید. من توضیحش رو میدم، هر کی هر کدومش رو خواست و هر چقدر که خواست تهیه میکنه. این پس درباره این موضوعات. خب قسمت ها رو من سعی میکنم که کوتاه نگه دارم و قسمت هامون خیلی طولانی نشه. این فایل قطعات رو پس من باید براتون بذارم و توضیحات قطعات رو بدم که بریم برای تهیه قطعات. اما پیش از اون توی این اپیزود یه چیز دیگه رو میخوام توضیح بدم برای یه دسته از افرادی که ممکن از قبل بورد آردوینو رو داشته باشن یا من کامنت گرفتم توی فکر کنم قسمت قبلی بود که این نفر گفته بود که بورد آردوینو تهیه کرده توی آپلودش مشکل داره، چطوری باید آپلودش رو انجام داد. من تو قسمت بعدی بعد از اینکه تمام قطعات رو گفتم و فرض رو بر این گذاشتم که دیگه حالا همه کسایی که دارن ویدیو رو میبینن قطعات رو دارن، مجدد همه چیز رو توضیح میدم. اما توضیحمون پله پلکانیه و تکرار میشه موارد. چیز ساده رو و چیزایی که اولین بار داریم میگیم حداقل من یه دوباری میگم تا برای همه جا بیفته و کسی باش مشکل نداشته باشه. پس کسی نگران نباشه که ما هنوز قطعه رو نگرفتیم چرا الان اینجا گفت. خب من کابل رو بس کردم به برد این آردوینو. چطوری حالا میخوایم آپلودش بکنیم و از کجا اصلا باید آپلودش بکنیم و اینها. این یکی دوربینم یه بار دیگه میارم. نمیاد چرا؟ خب اومد. خب این برد آردوینومون، اینم کابلش، وصلش میکنم به لپتاپ. صفحه لپتاپم که شما اینور میبینید. ما برای اینکه بتونیم برنامه ای رو روی برد آپلود بکنیم، اینجا میبینید که روشن میشه، دو تا چراغ روشن شده. یه دونه از این چراغا که چراغ اون زرد رنگ است اینجا یا حالا نارنجی، چراغ LED بیلت اینشه، LED که روی خود برد هست. این ممکنه روشن نشه، لزوما این قرار نیست روشن بشه، بستگی داره چه کدی روش هست یا چه وضعیتیه. این خیلی مهم نیست، واقعا حساس نباشید. این چراغ آن ولی مهمه، چراغ سبزه. این حتما باید روشن بشه اگه برد روشن شده باشه و سیم درست وصل باشه. این دکمه‌ای که این گوشه بردم هست، این دکمه قرمز کوچولو، اینم دکمه ریستشه. بزنیم برد ریست میشه، یه بار از اول مجدد راه اندازی میشه. میبینید یه چشمکی اینطوری میزنن و یه بار دیگه ریست میکنم، بعد ثابت وای میسه چراغ LEDش. خب چطوری برنامه می نویسیم؟ یه اپلیکیشنی رو باید نصب بکنید، یه نرم افزاری باید نصب بشه تا بتونیم ما فضایی در اختیارمون قرار بگیره که اون کدا رو بنویسیم. داشتیم تو فاز سیمولیشن قبلا می نوشتیم، حالا یه چیزی که برنامه خود آردوینو هست در اصل این رو باید نصب کنیم تا بتونیم با وردمون کار بکنیم. سرچ میکنیم دوباره آردوینو، همینطوری من میزنم آردوینو دیگه میره تو سایتش. تکمیل شد خودش. arduino.www.arduino.cc بزنید خب مستقیم دیگه میایم توی صفحه اول سایت رسمیش. شما وارد این سایت میشید. بعد از اینکه وارد این سایت شدید میایید تو به قسمت سافتور، این دفعه نرم افزار، روی سافتور کلیک میکنید و بعد وارد صفحه بعدی میشید که اینجاست. آردوینو وب ادیتور رو کاری نداریم، ما
در واقعیت میخوایم باش کار بکنیم. این پایین نوشته دانلود Arduino IDE Integrated Development Environment، محیط توسعه یک پارچه. IDE آردوینو رو دانلود میکنید که حالا ورژن 2.2.1 جدیدترین ورژنشه. فکر کنم منم این ورژن رو ندارم، ورژن قدیمی تری الان نصب اینجا. و برای سیستم عامل های مختلف هم وجود داره، همینطور که میبینید مک او اس باشه، لینوکس باشه یا ویندوز باشه. اگه ویندوز 10 هستید یا جدیدتر و 64 بیتیه، خب اینو میزنید نصب میکنید. اگه چیز دیگه ای هست جداگانه باید بگردید دنبالش که احتمالاً همه همین گزینه رو خواهند زد و نصبش میکنن. و اگه اصلا با ویندوز وارد شده باشید، فکر میکنم خودش اتومات تشخیص میده که با ویندوز اومدید تو، یعنی سایت رو باز کردید و خودش بهتون همین ویندوز 10 رو پیشنهاد میده که نصب کنید. و اگرم لینوکس باشه که خب اپ ایمیجش وجود داره، این رو باید نصب کنید. این پس از این، بعد از اینکه برنامه رو نصب کردید، با چی روبرو میشید؟ ورژن های مختلفی از این آردوینو ما داریم، از 1.8 به این ور که همشون اوکی، با همشون میتونید کار بکنید. همشون یه سری چیزشون مشترکه، یه سری چیزا حالا عوض شده. ببینیم من اینجا کدومشو دارم الان. در آینده یه مقدار که بریم جلوتر، من یه فضای جدیدی رو معرفی میکنم و از اونجا ما ادامه کار برنامه‌نویسی رو پیش میبریم. قرار نیست تا ابد با همین آردوینو خود IDE کار بکنیم، چون یه سری ضعف‌ها و مشکلات داره که برنامه‌نویسی رو مشکل میکنه. اما خب برای شروع باید با IDE خودش شروع کنیم، چون کلی نکته وجود داره که بهش نیاز داریم همینجا. من ورژن 1.8.19 شو دارم، یعنی حتی ورژن 2ش نیست، ورژن 1ش که ورژن قبلی است. حالا ورژن 2 هم تو قسمت بعدی میام سراغش، خیلی تفاوتی با این نمیکنن. وارد که شدید همشون این تب ها رو دارن، زبانه به فارسی حالا ترجمهش میکردن، فایل، ادیت، اسکچ، تولز، هلپ. ما مهمترین قسمت برامون چیه؟ یه فایل که نیو پراجکت میسازید و اوپن میکنید و این چیزها. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که کدهای آردوینو همیشه داخل یه فولدر قرار میگیرن، داخل یه پوشه قرار میگیرن و شما 2 تا 3 تا کد رو داخل یه پوشه نمیذارید. یعنی یه پوشه بعد وجود داشته باشه که مثلا اسمش هستش هلو، توش هم کد آردوینو وجود داره که اسمش هست هلو. اسم رو یاد بگیرید، اسم پوشه با اسم کدتون یکی باشه. فایل های آردوینو پسوندشون هم .ino هست، مثلا فایل تکست متنی عادی که .txt. arduino.ino اسم فایلتون پس با اسم دایرکتوریش یا فولدرش یکی باشه. و شما میتونید پس یه کد داشته باشید به اسم مثلا هلو که داخل فولدر هلوه. اگه میخواید حالا یه کد دیگه داشته باشید، یه پروژه دیگه که مثلا اسمش هستش مای ربات، myrobot.ino داخل یه فولدر دیگه باشه به اسم مای ربات. حالا این دوتا فولدر میتونن توی فولدری باشن به اسم مثلا کدز، ولی داخل کدز شما باید 2 تا فولدر داشته باشید و بعد تو هر کدوم از این فولدرها کد خود آردوینوش باشه. اینم حواستون باشه. بعدن یه سری مشکلات کامپایل و آپلود و این چیزا ممکنه به وجود بیاد براتون که صرفا به خاطر همین رعایت نکردن اینه که کد آردوینویی که من میخوام آپلودش بکنم و باش کار بکنم، این باید داخل یه فولدر میبوده و نیست. شما اینو فقط خود آینوش رو مثلا انداختید رو دسکتاپ، انتظار دارید کار بکنه. حواستون باشه. خب بعد از اینکه ما وارد این فضا شدیم، توی یه قسمت تولز شما باید بگردید دنبال بخشی به اسم بورد. توی بخش بورد که میاید، اینقدر المان ها رو شما نمیبینید احتمال زیاد، چون بستگی داره چه بوردی رو انتخاب کرده باشید. میاید داخل قسمت بورد، آردوینو AVR بورد، یعنی بورد های آردوینویی که میکرو کنترلرشون از خانواده AVR. البته داخل پرانتز بگم که همشون هم واقعا AVR نیستش در گوشی، ولی خب در کل دسته‌بندیش این شکلی. داخل این گزینه که اومدید آردوینو اونو رو میزنید. آردوینو اونو رو که انتخاب کردید، یه بار دیگه من تولز رو باز کنم، میبینید که تمام گزینه دیگه رفت. بورد شما انتخاب شده آردوینو اونو. الان آماده است این نرم افزار که کد رو مخصوص بورد آردوینو اونو بسازه و روش آپلود بکنه. بورد آردوینو اونو رو که انتخاب کردید کافی نیست، یه چیز دیگه وجود داره به اسم پورت. این پورت رو شما زمانی میبینید که کابل USB رو به لپتاپتون وصل کرده باشید. الان من اینجا دارم میبینم dev tty acm0 داخل پرانتز نوشته آردوینو اونو. روی لینوکس اینطوریه. روی ویندوز که احتمالاً اکثریت شما سیستم عاملتون ویندوز هست و دارید کار میکنید، وقتی این تولز رو میزنید و میاد تو سر قسمت پورت، میبینید نوشته مثلا کام 4، کام 3، کام 2.
اگه یه چیزی هم مثل این چیزی که من الان اینجا دارم میبینم TTY S4 وجود داره که چه کابل و کندید چه وصله، در هر صورت اینو دارید میبینید، این چیز بیخودیه، با این اصلا کاری نداری. پس من الان USB رو کشیدم، هیچ اینجا نیستش به جز اون الکیه که همیشه هستش. اینو وصلش میکنم، بعد میام داخل تولز، این اضافه شده TTY ACM 0 آردوینو اونو، اینو انتخاب میکنم. بعد از اینکه این رو انتخاب کردید، یه چیز دیگه بعد انتخاب بکنید یا انتخاب شده باشه حداقل خودش، پروگرامره. پروگرامرتون باید باشه روی این، نباید باشه، من دستم خورد فکر کنم اومد روی این، روی دومی باید باشه AVR ISP MK2، این تو یونانیه فکر میکنم، MKII فکر نکنم باشه. پروگرامر AVR ISP بس باید باشه MK2 یا LL یا II، همین چی میتونه باشه. خب این از این. بعد از اینکه بوردتون و پورتش و پروگرامرش رو انتخاب شده بود، تمام این تنظیمات اوکی بود، میریم سراغ اینکه کد آپلود کنیم. چه کدی آپلود میکنید؟ وقتی آردوینو رو همینطوری باز کرده باشید، بای دیفالت این چیزی که الان رو صفحه هست براتون نمایش داده میشه. از توی قسمت یه چیزی که الان اینجا وجود داره اینه که فونت ممکن ریز باشه. شما میتونید بیاید تو قسمت ادیت یا ویو اگه یه موقعی عوضم شده بود توی یه ورژنی و دنبال اینکریز فونت سایز میگردید که میانبرش هم نوشته کنترل و پلاسه، یا کنترل و ماینس بزنید کوچیک بشه. این رو من میزنم و این فونت سایز هم بزرگتر میشه. اگه کسی میخواد اینا رو بزرگ کوچیک کنه پس اینجاست جاش. خب من یکم دیگه بزرگش میکنم که شما ببینیدش. خب و الان دارم دیگه با کنترل به اضافه و کنترل منها بزرگ کوچیک میکنم میانبر. خب بعد از اینکه این رو روی صفحتون دیدید، void setup void loop که نوشته put your setup code here to run once، یعنی کدی رو میذاری اینجا که ستاپ تنظیمات اولیته و فقط یک بار قرار ران بشه، یا اینکه کدی رو بذاره داخل مین کد که به صورت مداوم پشت سر هم دیگه همیشه ران بشه. شما هیچ نمیذارید داخل هیچ کدوم از اینا، همینطوری خالی میمونه. این ساده ترین برنامه‌ایه که ما میتونیم روی بورد آردوینو با استانداردهای آردوینو آپلود کنیم. بهش میگم یه اسم مخصوص هم این برنامه داره، بهش میگن بیر مینیمم. دو تا گزینه ما داریم اینجا، یکی فلش، یکی تیک وریفای نوشته. وقتی با موس میایم روش بخونید، بچه تو قسمت های قبلی هم گفتم هر چیز رو میاد روش بخونید چی نوشته. یکیش نوشته وریفای، یکیش نوشته آپلود. این دو تا با هم دیگه فرق دارن. وریفای رو که میزنید کد شما رو میسازه. کد شما رو میسازه یعنی اینکه کد شما رو بررسی میکنه. یه پروسه وجود داره تحت عنوان کامپایل شدن، حالا بعدها دربارش بیشتر توضیح میدم، فعلا وقتش نیست، نیازی نیست یعنی اصلا ببینید. کامپایل میکنه کد شما رو، در اصل یه چیزی، یه فایلی آماده میشه که بخواد اون رو بریزه روی بورد، ولی هنوز نریخته روی بورد، هنوز روی لپتاپ شماست کدتون. و وقتی شما بخواید یک کدی رو صرفا بررسی کنید که آیا به لحاظ سینتکس، قوانین اون، حالا سمیکالن باید بذارم یا نذارم، این چیزا درست نوشید یا نه، یک کدی رو شما میتونید اصلا بورد رو وصل نکنید، بورد قطع باشه و شما میتونید همچنان این دکمه وریفای رو بزنید و کدتون وریفای میشه. این پایین نوشته done compiling، یعنی کامپایل شدن تموم شد. این پایینم یه سری حالا پیام می‌نویسه، ممکنه پیام ها زیاد باشه کم باشه تو ورژن های مختلف، حالا اینم متفاوت. اما وقتی میخواید آپلودش بکنید، یعنی یه کد منتقل شه روی یه میکروکنترلرتون، حتما باید این برده وصل باشه به سیستمتون و بعد دکمه آپلود رو میزنید. این پایین می‌نویسه آپلودینگ، دان آپلودینگ، تموم شد، آپلود شد. به همین راحتی کد ما روی بوردمون آپلود شد. این پس درباره نحوه کامپایل و آپلود کردن کد روی بوردمون بود. اگه کسی بورد رو داره یا کسایی از قبل گرفته بودن منتظر بودن که ما فقط همین رو بگیم و یا چیزی رو میخواستن تست کنن توی ویدیو قبلی که مثلا از تو سیمولیشن الی چشمک زن رو توضیح دادم، حالا کسی دوست داره زودتر عملی هم تستش بکنه، البته اگر اون بیسیکش رو بلده که اتصالاتش تو واقعیت چه شکلی باید انجام بشه، میتونه خودش دیگه تست بکنه. آخ آخ این دوربین از اون تا حالا اینجاست و شما این پیامه رو که من این پایین توضیح دادم ندیدید، عذر میخوام.
این پیام این پایین رو من گفتم done uploading نوشته و وقتی verify رو میزنیم اون پایین میرسه compiling sketch یعنی هم کدمون done کامپایل کردن تموم شد. این از این. مثلا اون برنامه جلسه قبلیمون که بوده مثلا یه پین مود ما داشتیم، پین مود درست بنویسید رنگی میشه، اشتباه بنویسید مثلا امش رو من کوچیک بنویسم رنگی نمیشه و ارور هم بهم میده، کار نمیکنه. پین مود مثلا پایه شماره 2 رو نوشته بودیم output باشه خروجی، این رو من میتونم بنویسم. الان وریفای رو بزنم، وقتی کد رو ویرایش کردم میگه که کجا سیوش کنم و من یه جایی باید بهش بدم که یه فولدر، و مثلا من میام الان دسکتاپم رو انتخاب میکنم، میگم توی دسکتاپ یه پروژه بساز، اسم این کدم رو بذار مثلا پین، اسمش رو بذار پین، سیو. الان اسمش شده پین، پین کامپایل شد و من اگه آردوینو رو ببندم نرم افزار رو بیام روی دسکتاپ یه فولدر اینجا میبینم اینهاش به اسم پین، که این پین رو اگر باز کنم داخلش یک کدی وجود داره pin.ino. دیدید؟ پس حواستون باشه اسم فولدر با اسم کد یکیه. روش دوبار کلیک میکنم با IDE آردوینو بازش میکنه خودش که اینه و دوباره میتونید کارتون رو ادامه بدید. سیو و این چیزا هم که مثل همه برنامه دیگه سیو داره و سیو از، که سیو از مثلا بزنیم میتونیم یه آدرسی بدیم بره یه جای دیگه ای سیوش بکنیم. این از این تا همینجا کافیه درباره این چیزای اولیه و حالا برد که میخوایم تهیهش بکنیم و اینها. توی قسمت بعدی پس من قطعات رو توضیح میدم که به چه چیزایی نیاز داریم برای اینکه کارمون رو شروع بکنیم و امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. روزتون بخیر و شبتون بخیر اگه شب این ویدیو رو دیدید، یا نصف شبتون بخیر، وقتتون بخیر کلا و بدرود.